این پاکستان است. پاکستان برای یک لحظه حاضر و آماده نیست که در کنار از او یک افغانستان قوی، نیرومند، آزاد، مستقل و با قدرت وجود داشته باشه. هر قدر افغانستان پارچه پارچه و تکه تکه و جو جو و تجزیه شده باشه، با مو اندازه به نفع پاکستان. خود پاکستان کیست؟ من در یکی از بیانیه‌های خود گفتم که 41 سال از عمرش تیر میشه. فقط از دامن استعمار انگلیس زاییده شده است. این انگریزها هستند که از طریق پاکستان انتقام جوانمردی ها، دلیری ها و فداکاری ها و رزم و پیکار به خاطر آزادی و استقلال وطن را که نیاکان و پدران ما انجام داده بودند و انتقام را میخواه از ما بگیره. که کت یک سیلاوه دیدن تفنگ دار پر، کت داست کت سوته تانستن افغانستان را آزاد بسازن.